سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با بازی That's Not My Nightbed جدیدن که خیلی مود شده، میخوام تجربهش کنیم با هم ببینیم که چطور شده، چطوریه بازیشو اینا. بریم شروع کنیم. خب آقا سیبیلو اوکی، اینا هم اوکی. اولین نفر good afternoon. اوکی. ناچا میکایلز. اوکی چک کنم کجاست، اینجا کجا زده؟ F2 4 F2 4. خب left eye green right eye blue. درسته، باید برعکس حساب کن. 78 96 53 53 665 درسته. 11 اونا رو دیگه ننوشته. خب اینجا نوشته اوکی، مورد خاصی هم که نداشته. اینش اوکیه، این تیم که شاکی این اوکیه. تو لیست هست؟ بله تو لیست هم هست. اوکی شما آزادی. تنکیو برون ماهت. اوه این یارو من نمیفهم واقعا جواب سوالش چی بدم، نمیدونم. آقا برو چیزی میرویسم درات بری فقط. اصلا ننوشتم براش. خب شما خواهرم تو لیست نیستی. خب today not to list. بررسید کنم بینم چیه. خواهرم اینی هم کنه این چی؟ 13 26 98 53 4 درسته. این چیه؟ شغل و اینا نزده، ولی خب فعلا اینا که آناستاچا میکایلز خواهرن، با اون قبلی که رفت خواهر بودن. بعد خب تو لیست فقط نیست یا نه بقیهشون درستن، نمیدونم. یه لحظه واسا چیکار کنم. تو لیست نبودی ولی خب برو که امیدوارم خرابکاری نکرده باشیم یا ابوالفضل. شما کاش که تو لیست نبودید. مارگارت بابلز چیه؟ F2 3 کنها هم از 10 32 68 0 14. اوکی تو لیست هم هست ماشالله، همه چیشون هم درست. تو لیست هم که بود درست بود دیگه. خب این هم را دادیم تو. نه دیگه یا خدا چیکار کردم من؟ لفت آی گرین. خب پس اونی رو دادم کی بود؟ آشتا زنگ بزنم خونشون. 13 46 13 46. بلندترش کنیم. جواب نداد کسی. نه دیگه نشد. شما کلن چه درست هستی چه نیستی. خدا حافظت. برو که تو لیست. نه دیگه نشد دیگه. ماره بکنم یک موی دیگه خر فرض نمودن. خب نه دیگه فکر کنم آدم بود. نه
اشتباه پرت کردم بیرون. خب شما تو لیست هستی F1 04 F1 4. خب کدومتونین ندادی؟ چی بود؟ کجا با سوال کنم؟ آها یه جوری ریکوست نداد، یادش رفته. آها اصلا اشکالی نداره، جوری یادم بره. خب تو لیست که بود کجا چند؟ خب این سلینا سلن هم چی اسم فامیلم چرت و پرت 78 56 13 26 9 مدلم هست. خب حالا اینجا چی نوشته؟ خب یادت رفته، تو چطوری یادت رفته؟ نداری تو لیستم هستی ولی خب برو چیکار کنیم دیگه. اعتماد کردم بهت ولی خب اعتمادمو زیر سوال نبر. خب تموم شد، ببینیم چیکار کردیم. رتبه C ماشاءالله. یکی رو اشتباه دادیم تو. خب ولش کن، اصلا گرندکاریمون نبینی بهتر. خب آقا امیدوارم این قسمت لذت برده باشن. اگه خواستیم قسمت های بعدیش رو بذارم حتما توی کامنت ها بهم بگین. خیلی ممنون، تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.